سلام، حال دلتون عالی. امیدوارم که روزهای خیلی خوبی سپری کرده باشید و هر روز به سمت آگاهی یافتن و هر روز به سمت رشد باشین. امروز میخوام راجع به یکی از مسائل خیلی مهم زندگی هممون حرف بزنم که شاید خیلی همون توجه نکردیم. شاید مشکل اکثریت ما آدما یکی از ریشه های اساسیش همین مطلبی باشه که میخوام راجع بهش صحبت کنم. ترس یکی از مشکلات خیلی اساسی ما آدماست، ولی برای هممون یه چیز عادی شده. درسته؟ ترس توی زندگی همون به وجود اومده، یه تضادیه، یه مشکلیه که به ما یاد میده در حل این تضاد باشیم، ولی برای ما آدم‌ها یه چیز نرمال شده. ما با ترسمون کنار اومدیم، حلش نکردیم. میدونی چرا؟ چون نمیدونیم چه آسیبی میتونه به ما توی زندگی هامون بزنه، چون جدیش نگرفتیم. ترس اگر از بعد چاکراهی بخوایم راجع بهش صحبت کنیم، ارتباط مستقیم با چاکرای ریشه ما داره. همینجور که از اسم ریشه مشخصه، ترس هم از ریشه تمامی مشکلات هاست. وقتی که بچه ها ما ترس داریم، حالا میخواد ترس از جانور باشه، ترس از حیوانات باشه، ترس از تنهایی باشه، ترس از این باشه که توی جای تاریک باشه میترسی، میخوای ترس از والدینت باشه، میخوای ترس از مشکلات مالی باشه، میخوای ترس از تورم باشه، میخوای ترس از گرون شدن یا یه سری مسائل مادی باشه. ترس به نوبه خودش یکی از عامل‌های اساسیه که کاملا باعث عدم تعادل تو چاکرای ریشه ما میشه و ریشه اساسی ترس توی عدم توحیده. این بحث مذهبی رو من باز نمی کنم. ترس ریشه در این داره که ما به انرژی که درون خودمونه باور نداریم، ما به خودمون باور نداریم. ترس باعث عدم خودباوری میشه. ترس یکی از نقاطیه که خودباوری ما رو کمش میکنه. ناخودآگاه یه خوره‌ایه که از درون ما رو میخوره، از درون عزت نفس ما رو میخوره، باعث خود انتقادی میشه. خیلی از حتی مشکلات و بیماری‌هایی که ما داریم ریشه در ترس داره و نمود بیرونیش توی جسم ما مثل پادرده، مثل دندون درده، مثل کمر درده. خیلی مهمه که بچه‌ها ما به آگاهی برسیم. آگاهی باعث میشه که مثل الان متوجه بشی باید یه سری ترس‌ها تو زندگی تو حلش کنی، نه اینکه باش کنار بیای. چون در واقع بچه‌ها ترس یک توهمه. ترس چیزیه که به مرور زمان باید بره تو دلش، بفهمی ترسی وجود نداشته. خیلی مواقع ما از یه تاریکی میترسیدیم که وقتی که وارد این تاریکی میشیم میفهمی چیزی درونش نیست و میدونید خیلی مواقع باعث عدم موفقیت ما شده، باعث شده که ما یه سری کارا رو انجام ندیم و باعث میشه که موفقیت رو از خودمون دور ببینیم. خیلی ریسکایی که بعضیا انجام میدن توی بیزینس ریشه در این داره که اونا ترسشون خیلی کمتره، به یه خودباوری دارن. شاید اونا ترس یه توحید در مورد اون خدایی که همه فکر در موردش میکنن نداره، ولی همون خودباوریش همون توحید خودش داره نشون میده. از ترس یکی از معقوله هاییه که همه ما باید تو درون خودمون حلش کنیم، بریم تو دل ترس. بچه‌ها ترس خیلی مهمه، به خاطر اینه که اکثریت اخبارا ترس رو به ما القا میکنن، چون اونا میدونن ترس ریشه‌ایه که ما رو باعث رکودمون میشه، رکود اقتصادی، رکود روابطی و رکود هر چیزی که باعث موفقیت و حس خوبیه درون ما میشه. خیلی ما میگیم ما فوبیای آب داریم، ما میترسیم از آب، ما فوبیای حیوانات داریم، ما میترسیم از این مسئله، ولی نمیریم حلش کنیم. یک انگیزه بهتون بدم که حل کنید تمام ترساتون رو و پاشنه آشیلیه که اگه حلش کنید باعث میشه که حتی از لحاظ مادی رشد کنید.
بچه‌ها چه بدانیم چه ندانیم که میشه با رفع کردن ترس از لحاظ مالی قوی شد و حل نکردنش عدم موفقیت و رکود مالی میاره. حتی ترس‌های کوچیک مثل چی؟ ترس از یک حیوان ناخواسته عدم تعادل تو چاکرای ریشه ما میکنه. چرا؟ چون خدا میخواد درس شجاعت رو به ما بده. باید بدونیم که ما اشرف مخلوقاتیم. تا خودمون درون خودمون خواسته نشه هیچ آسیبی به ما نمیرسه. ما نباید آسیب رو بپذیریم. ما وقتی که ترس رو قبولش میکنیم، باور میکنیم ترس رو، یعنی که شکست رو قبول کردیم، یعنی که باور نداریم که خود ما میتونیم زندگی خودمون رو رقم بزنیم. پس ترس رو توی خودمون حلش کنیم. وقتی که تو اشرف مخلوقاتی، وقتی که هر چیزی که بیرون توست درون توست، وقتی که تو میتونی تصمیم گیری، تو خلق میکنی زندگی تو، باید بچه بزرگتر فکر کنیم. شاید این مسائل خیلی آدم رو مطرح نکنن، چون این آگاهی خیلی آدم رو روش میده و اگر تو داری میشنوی قطعا یه چیزی از خدا خواستی که خداوند توفیق داده این آگاهی نصیبت بشه. ترس باعث میشه که یعنی میگه ما خیلی اعتقاد داریم، میگیم خدا هست، ما باور داریم خدا، ما توکل به خدا یه سری کارا انجام میدیم، این بیزینس رو اندازی میکنیم، ما با توکل به خدا. ولی وقتی که وارد میدون ماجرا میشیم، ترس ها مانع پیشرفت ما میشه. اینجاست که ما متوجه میشیم آیا واقعا توکل داریم؟ آیا ما واقعا به خدا باور داریم؟ آیا میدونیم که همه چی ماییم؟ آیا به خودمون اعتقاد داریم؟ آیا خود باوری داریم؟ آیا میدونیم واقعا خدا درون ما؟ آیا اون قدرت خالق بودن رو تو وجود خودمون درک کردیم؟ اینجوری متوجه میشیم چقدر توکل داریم. و آدما و خداوند خواسته ما انسان‌ها شجاع بشیم. به خاطر این مثلا وقتی که بتونیم پازل ترس رو توی خودمون حلش کنیم، شجاع بشیم. وقتی که شجاع میشه انرژی خیلی بالا میره، تو اصلا فرکانس خیلی بالایی رو تجربه میکنیم. بچه‌ها ترس پایین ترین فرکانس یک انسان. پس بیایم به خودمون چیزایی که باعث ترسمون میشه دور کنیم. اگر شخصی به تو حرفی میزنه که درون تو ترس ایجاد میشه، اون شخص رو نادیده بگیرش. اگر حتی فیلمی القای ترس به تو میشه، اون فیلم رو دیگه نبین. خیلی بچه‌ها اگر ما کنترل نکنیم خودمون، دنیا کنترلمون میکنه. این آگاهی رو که کسب کنیم متوجه میشیم که ریشه این دردا و مشکلاتمون و رکودای مالیمون چیه. با ترسات یکی شو، برو داخلش، حلش کن. از هیچکی نترس، هیچ کسی غیر تو وجود نداره. بفهم که ترس مانع موفقیته، بفهم که ترس رکود مالی میاره، بفهم که ترس ریشه مشکلات داره. حلش کن. خیلی آدم ها کم این صحبت ها رو به طور واضح میزنن. امیدوارم که حرفام براتون مثمر ثمر باشه. حل کنی ترس رو، دقیق تر بهش نگاه کنی و ساده ازش گذر نکنید. دوستتون دارم. خدا نگهدار.